کرم‌های شبتاب که به نام‌های دیگری مانند شبچراغ نیز شناخته می‌شوند، حشراتی از خانواده سوسک‌ها هستند که توانایی تولید نور دارند. این نور که به رنگ‌های زرد، سبز یا قرمز کمرنگ دیده می‌شود، از طریق یک واکنش شیمیایی در بدن آنها تولید می‌شود. ماده‌ای به نام لوسیفرین با اکسیژن ترکیب شده و در حضور آنزیمی به نام لوسیفراز نور تولید می‌کند. کرم‌های شبتاب از نور برای جلب توجه جنس مخالف و همچنین به عنوان یک سیستم دفاعی برای مقابله با شکارچیان استفاده می‌کنند. این حشرات در مناطق معتدل و گرمسیری زندگی می‌کنند و تاکنون حدود 2000 گونه از آنها شناسایی شده است. نور تولید شده توسط کرم‌های شبتاب هیچ گرمایی ندارد و به همین دلیل به آن نور سرد می‌گویند. این ویژگی باعث می‌شود که انرژی بهینه‌تری مصرف کنند و بتوانند در طول شب به راحتی نورافشانی کنند.